پژمان جان سلام. سلام آپتین عزیز، خوب حال هستم. شما؟ قربان شما. من تصویر شما رو ندارم هنوز، نمیدونم چرا، ولی بله از یک مانیتور دیگری دارم تصویر شما رو میبینم. خب خوب هستین پژمان جان، حالتون چطوره؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر، همه چی امن و امان. فصل ماه اردیبهشت، فصل بهار هستش، نمیتونیم گله بند باشیم، همه چی خوب و خوشگله. ولی چرا بهار نمیاد؟ همش یه ذره سرد همه چی این طرفه. یه مقدار ما هنوز بهار نشده آنچنان، یه مقدار سرد هنوز خیلی جاها، ولی درست میگین، بله فصل بهاره و به قول معروف شکایتی نداریم. خب بریم سراغ اصل مطلب پژمان جان، چون هفته گذشتم سعادت نداشتیم در خدمتتون باشیم. بازار بورس یه روندی رو شروع کرده که در واقع برگشت رو به بالای خیلی خوبی رو از خودش نشون داده. نظر شما راجع به این ماجرا چیه پژمان جان؟ شما اینو چطور تحلیل می‌کنید؟ بله، این دفعه که اینقدر سریع بود که حتی من خودم فکر نمی‌کردم اینقدر سریع برگرده. من میدونستم که برمیگرده، میدونستم که این دولت فعلی کوتاه میاد، توافق میرسن با کد خود منشی خلاصه با این طرف اون طرف کردن من معامله ها به هر حال به نتیجه میرسن و به محض که به نتیجه برسن برمیگرده. ولی فکر نمی‌کردم به اینقدر سرعت. در حقیقت وقتی که هم چین صدمه خورد، هم آمریکا صدمه خورد، وقتی بنادر کالیفرنیا، بنادری که در حقیقت کالا دریافت میکنن 50% ظرفیتش کم شد، از اون طرف چین کلی از نیروی کار چین، کارخانه‌های چین در حقیقت از کار بیکار شدن، محصولاتشون باد کرد به قول معروف. خلاصه یک بلبشویی راه افتاد دیگه به قول معروف. و خب این سریع یعنی پاز دادن و حالا مثلا که خیلی بحثای جالبی دارن میکنن که به توافق میرسن و این خیلی سریعتر اتفاق افتاد. فقط نکته تأسف آورش یه تعدادی از دوستان بودن که میگفتن نه این دفعه متفاوته و من چون همین برنامه خودتون گفتم که همه میگن این دفعه متفاوته و این دفعه دیگه برنمیگرده، نظام دنیا قراره تغییر بکنه دیگه، از گلوبالایزیشن قراره به سمت ملیگرایی بریم، کل دنیا تغییر میکنه. یا من توی برنامه آوریلتون بود گفتم که بابا این همه میگن این دفعه متفاوته، این دفعه متفاوت نیست و برمیگرده. جالب وقت اینجا اینه که چون فاصله زمانی که بعد بازگشت این دفعه زیاد نبود، مثل سال 2022 یک سال خورده طول نکشید دیگه، این باید حجت رو تموم بکنه به همه. ولی نشون به این نشون که باز من و شما یه برنامه دیگه خواهیم داشت تو یک افت دیگه و یک سری رسانه ها تبلیغاتی را میندازن، یه سری تحلیلگرا میان که سیستم خیلی پایین‌تر میفته، نه نظام دنیا تغییر میکنه فلان. من تو برنامه بودم چه سیستم پایین‌تر هم بیفته اشکال نداره، ما پورتفولیومون یه جوری بستیم که حتی اگه سیستم پایین بیفته اشکالی براش پیش نمیاد و اتفاقا از این تهدید به عنوان فرصت استفاده کنید که خب حالا خیلی هم جالب برگشت به سمت بالا، ریکاوری انجام شد توی خیلی از موارد. پورتفولیوی من از نقطه نظر و ارزش الان بالاتر از زمانی هستش که مارکت توی ماه فوریه توی آل تایم های بود، در حالی که هنوز مارکت به آل تایم های نرسیده. برای اینکه من از کپ استفاده کردم، چند تا پوزیشن خوب باز کردم، خوب به سود رسیدم. خیلی متشکرم. این سوال بعدی من بود. دوست عزیز خانم باقری گفتن ممنون از برنامه خوبتون، سپاس از همراهی شما، از به قول معروف محبتی که دارین. پژمان جان، این چیزی که میگین که همه میان میگن که بله این دیگه متفاوته، فقط راست میگن، این دیگه متفاوته، روشش متفاوته ولی هدفش ثابته. پولدار میمونه و در واقع اونی که باید گول بخوره هم گولو میخوره دیگه ولی در نهایت اون با روش‌های متفاوتی در واقع هدف ثابتی رو پیگیری میکنن. میخواستم ازتون بپرسم که توی این افت و خیزی که بازار داشت، اشاره کردیم به پورتفولیو خودتون که خب بالا سود نیست، حالا چطور دقیقاً اگه میخواین توضیح بیشتری بدین که چطور بهره بردید، چطور باید بهره برد توی همچین شرایطی، یه مقدار بیشتر توضیح بدین ممنون میشه. بله، ما به همراه بچهای وی آی پی گروه طلایی، کلوپ طلایی، در حقیقت از دو منظر مارکت رو تحلیل کردیم، از منظر بنیادی و تکنیکال. از نقطه نظر بنیادی به این نتیجه رسیدیم که مثلا خب همین افت و خیزای دیگه، اگر مثلا روز رهایی اتفاق بیفته چه صدمه‌ای بازار میخوره، از چه نظری بازار صدمه میخوره.
مهره اصلی کدوم مهره است. من توی گروه بچه‌ها بحث می‌کردن که خب مثلا فلان کشور انگلیس مثلا دیل بسته شده، که راجع به این بحث می‌کردن که انگلیس زیاد مهم نیست، بریتانیا مهم نیست که دیل بسته بشه نشه، مهم چین هستش، که راجع به اون بچه‌ها صحبت می‌کردم. نقطه نظر اتفاقاتی که روی ماکرو مارکت، روی کلیت مارکت تاثیر داره. برای هر شرکت هم صحبت می‌کردیم که خب مثلا فرضاً کدوم شرکت در امان هستش، کدوم شرکت هستش ضربه بیشتری می‌خوره از طرفا، در مقیاس کلی، در مقیاس شرکت، در مقیاس سکتور. همون بچه‌ها بحث کردیم که مثلا سکتور تکنولوژی، سکتور خرده فروشی و کدومی که از این سکتورها بیشتر آسیب پذیره. از نقطه نظر دیگه نقطه نظر تکنیکال بود که اون رو از نقطه نظر قیمت و چارت خونی بررسی کردیم که گفتیم آقا خب ماکسیمم به نظر میاد که تا اینجا بیاد پایین، و راجع به روز کپیتولیشن، روز استیصال صحبت کردیم که روز استیصال اتفاق افتاد. فکر کنم به دوشنبه بود که استیصال اتفاق افتاد و گفتیم که این لول‌های خوبی است برای وارد شدن، و یه نقطه رو مشخص کردیم به عنوان نقطه‌ای که موج قاطع بالا روانه تشکیل میشه که اونا بچه‌ها از بین نمودار با هم کار کردیم. خب مجموع اینها باعث شد که ما بتونیم با استفاده از این اطمینان‌هایی که از تحلیل‌های خودمون گرفتیم تو چند نقطه خوب وارد بشیم بدون ریسک وارد بشیم. یعنی حتی اگر مثلا تحلیل ما غلط هم حساب در میومد، بازم ما اتفاقی برای حسابمون نمیافتاد، بازم ما مارجین کال نمیشدیم و موفق شدیم با چند تا آپشن پوت خوب بفروشیم، چند تا آیتم مثل نتفلیکس، مثل پلنتیر، مثل شاپیفای، چند تا آپشن دوباره تو قیمت خیلی پایین بخریم و تو قیمت 10-20% بالاتر بفروشیم و بعد دوباره پولمون رو آزاد می‌کنیم، دوباره تو موقعیت خوبی بایستیم. با همین باعث شد این مجموعه این کارا باعث شد که بتونیم سودبری خوبی از این بازار داشته باشیم که اتفاقا من دیروز در حقیقت لیست سودهای خودم رو با آیتم برای همه بچه‌ها توی کانال تلگرام پخش کردم که آقا این لیست سودایی که من تو سال 2025 تا حالا بردم آیتمش هست، تعدادش هست، همه چیز از دیگه شفاف. خیلی متشکرم. دوست عزیزی که برای من محبت کردن در اینستاگرام پیغام داده بودن، فکر کنم ساکن اروپا هستن و پرسیده بودن که ساعت برنامه ما بر اروپا به چه ساعتیه. سوالی رو مطرح کردن که الان خوشبختانه میام خودشون هم تشریف دارن و پرسیدن. سلام، ممنون از زحمات شما. در مورد یونایتد هلت توضیح میفرمایید؟ تشکر. در مورد یونایتد هلت بفرمایید. بله، برای یونایتد هلت هیچ وقت سهام محبوب من نبوده. درسته که داو کامپوننت هم هست، یعنی یکی از اجزای تشکیل دهنده شاخص داو جونز هست. شرکت بسیار بزرگیه. همین چند وقت پیش 400-500 میلیارد دلار مارکت کپ داشت، شرکت کوچیکی نیستش، ولی از تقریبا نوامبر به اوج خودش رسید، نوامبر پارسال، ولی بعد یواش یواش دچار مشکلات شد. سی اوش به اون طرز فجیع به قطع رسید، بعد که خب حالا مشکلات در حقیقت ساختاری پیدا کرد، حالا هم که داره سو میشه توسط دی او جی. مشکل پشت مشکل براش خوردن. من هیچ وقت همیشه بچه‌ها رو برحذر می‌داشتم رفتن به یونایتد هلت. قیمتش به 230-40 فکر کنم رسید که دیگه خیلی زیاد از حد توش فروش انجام شده بود. سی اوش اخیراً اومد صحبت کرد، گفت آقا من میرم 70,000-80,000 سهمشو میخرم برای اینکه خیلی اعتقاد دارم به این سهم، الان خیلی ارزونه، برای اینکه من الان بخرم کلی میبرم. و من باهاش موافقم به نوعی، برای اینکه روی این قیمتا که الان فکر کنم به 270-80 رسیده، حالا روی این قیمتا یه خورده پایین‌تر یه خورده بالاتر در حقیقت قیمت معقول یونایتد هلت هستش. شاید مثلا که مثلا اینجا بخره یه خودم بیشتر بیفته پایین تو روزهای آینده که احتمالش هست، ولی شرکتی هستش که با مدیکر مدیکیدنا کار میکنه و درآمدش که نمیخوابه. که این قیمتش کلا هستش به پی بی ای که وجود داره برای یونایتد هلت، پی بی ای منطقی برای براشن بالاتر از اون به نظر من اصلا معروف دلیل نداشت برای که آدم پول بریزه به این سهام. خیلی متشکرم پژمان جان. خانم باقری پرسیدن که الان تو این شرایط ممنون میشم بگین چه سهامی رو پیشنهاد میدین برای خرید؟ والا آیتم‌های خیلی زیادی هست. مثلا ما مرکادو لیبره که بهتون پیشنهاد داده بودیم، به همه بچه‌ها همیشه راجع به برنامه مکررم راجع بهش صحبت می‌کنیم. مرکادو لیبره دیدید که چقدر رفت بالا، الان به 2500 مثلا. نمیدونم چند تا از بچه‌های شما که حالا تو گروه‌های وی آی پی ما نیستن خریدن یا نه، ولی از اون روزی که اگر من فکر کنم توی 20 تا برنامه شما راجع به مرکادو لیبره صحبت کردم،
اون روز اولی که راجع بهش صحبت می‌کردم مرکاتو لیبره مثلا مایه $1300-1400 بود، الان به $2500 $2600 هم رسیده و واقعا سهام خوبی هستش. یا مثلا شرکت‌های دیگه، شرکت‌های خیلی خوبی وجود دارن، حتی ادوبی در حقیقت چند وقتی گزارش داره قیمتش قیمت ارزونیه و میتونه گزینه خوبی باشه. حالا گزینه‌های زیادی هستن که ما توی کانال‌ها و گروه‌های خودمون معرفی می‌کنیم و بچه‌ها اگه دوستش نمی‌تونن عضو شن، ولی گزینه وجود داره. من فکر کنم البته تو هفته آینده مارکت یک پولبک کوچیک داشته باشه، فکر می‌کنم، ولی مهم نیست حالا تو کف پولبک بخره تو بالای پولبک بخره. جهت کلی مارکت مهمه که جهت به نظر من جهت مناسبی هستش. خیلی متشکرم از توضیحتون. دوست عزیزی فرشید پرسیدن که what do you think of Realty Income Corp؟ بله. من البته راجبش اطلاعاتی ندارم، راجب این که در حقیقت راجب این شرکتی که راجبش صحبت میکنن اطلاعات ندارم، ولی اگر منظورتون در حقیقت ریت ها هستن یا REI ریال استیت در حقیقت اینوستمنت فاند ها اگه هستن، اونا هم چیزای خوبیه، مخصوصا الان که بازار مسکن یه خورده مخصوصا توی کانادا و خیلی شهرهای گرون آمریکا بازار مسکن یه خورده دچار مشکل شده و افتاده، میتونه گزینه خوب باشه، ولی رشدش به اون رشد دیدن ریت ها رشدی به اون نداره، یعنی یه خورده بورینگ هستن برای من، یه خسته کننده هستن. متشکرم پژمان جان از توضیحتون. دوست خوبمون امیر تعداد زیادی امیر هستن اسمشون، امیر پرسیدن که الان شرکت تارگت رو پیشنهاد بدید. تارگت ببین دوستان شرکت خوبیه، شرکت خیلی خوبیه، ولی کانسومر استیپلز نیست به اون صورت، کانسومر دیسکریشنری هستش و اجازه بدید که تعرفه ها برداشته بشه یا حالا تکلیفش مشخص بشه بعد روی تارگت سرمایه گذاری کنید. گزینه بهتری که الان هست والمارت کانسومر استیپلز، یعنی چه بخواید چه نخواید باید به چیزی بخرید بخورید. والمارت همه از شیر مرغ جون آدمیزاد داره. یا کاستکو، دقت بکنید والمارت اخیراً حالا ترامپ اومده صحبتی هم راجبش کرده، اگر روز دوشنبه یه خورده بیفته پایین باز فرصت خوبی برای اینکه وارد شدن، به خاطر این صحبت ترامپ نظرم وارد شدنش زمان خوبی هستش، به خاطر اینکه اخیراً گزارشش بسیار عالی بود و سهام رشد خوبی کرد. اتفاقا ما تو گروه بیپی بچه‌ها خریدیم، گفتیم هدف 5%، فردا شد 5%، بچه‌ها گفتم نه بابا نمیخوام ببرش 10%، خیلی زود رسیدیم به 5% هدف، شاید بتونیم بیشتر رسید بکشیم بیرون. خیلی متشکرم. پژمان جان نظرتون رو راجع به بازگشت سهام تسلا، انویدیا، یه مقداری آمازون برگشت ولی دوباره متوقف شد رشدش یه دفعه‌ای احساس میکنم، ولی انویدیا و تسلا نظرتون راجع به بازگشتشون چیه و الان اونا رو چطور تحلیل میکنید؟ بله حتی در کنار مثلا راکت لب رو شما نگاه بکنید که چقدر خوب برگشت. من راکت لب سهام پیشنهادی من تو سال 2025 بود، تو 2024 باز برای تاکید 2023 من انویدیا رو معرفی کردم، 2024 پلنتی رو معرفی کردم، 2025 راکت لب رو و که سهامای ارزونی هم بودن در زمان خودشون و چقدر رشد خوبی داشتن. انویدیا و تسلا یه سری میگفتن انویدیا میشه سیسکو دوم میشه، مثل سیسکو سقوط میکنه، نابود میشه، برای که میرن این چیزا رو میخونن دیگه، این سوشال مدیا این حرفای تحلیلگرای سقوطی رو میخونن. دقت بکنید مثلا برای چی مثلا انویدیا تبدیل به سیسکو بشه؟ سیسکو چی میفروخت سال 2000؟ انویدیا چی میفروشه؟ تفاوتشون زمین تا آسمونه. شما انقلاب هوش مصنوعی دوستان خیلی فراتر از اون چیزی که شما فکر میکنید، خیلی بزرگتر از اون چیزی که شما فکر میکنید و چه جوری زندگی ما رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. حالا انشالله که هممون چند سال دیگه زنده باشیم ببینیم، ولی خب خیلی اتفاقات هیجان انگیزی داره میفته توی زمینه هوش مصنوعی. یا تسلا رو دقت بکنید که چقدر اومدن ملت راجبش صحبت کردن، این طرفی چپیایی که سقوط کرد، نابود شد، تسلا نمیدونه هیچ چیزی نمیخره، آتیش زدن، نمیدونن فلان شد، این ماسک بدبخت شد، بیچاره شد. بفرما
دوباره یه صفحه یه کافی بود یه سفر میکرد به عربستان سعودی، یه سفر که به عربستان سعودی که واقعا من به تسلا نمیگم من ربات میفروشم. چقدر ما تو این برنامه راجع به هیومن ربات صحبت کردیم. خب تسلا ما اتفاقا تقریبا بالا هم خریدیم، ما 640 خریدیم، الان بقیه‌اش 640 ما زده بالاتر و به سمت قیمت هدف ما که روی $400 هستش داره حرکت میکنه و این نشون میده که به حواشی بچه‌ها نباید توجه بکنن، به کالا، به محصول، به خدمات، به چه چیزی اون شرکت ارائه میده باید به اون دقت بکنیم. خیلی متشکرم. حمید جان اومدن درود و 200 بدرود. حمید جان رفتین؟ متوجه نشدم. برشاد انشالله که باشین. پژمان جان هفته گذشته یکی از این سازمان‌های در واقع کردیتی، من اسمش رو فراموش کردم، که کردیت آمریکا رو برای مدت 108 سال روی رقم AAA، یعنی روی حالا یه تعریفی برای خودش داشته، من اسم اون سازمان رو فراموش کردم، برای اولین بار بعد از 108 سال این درصد رقم کردیت آمریکا رو کاهش داد. یعنی توان این تأثیر در بازار بورس آمریکا، در اقتصاد آمریکا کلا خواهد گذاشت به نظر شما؟ بله، این سازمانی که میگید مودی هستش، مودی اسمش هست و مودی کردیت ریتینگ وجود داره. اتفاقا بازار روز جمعه به خاطر این قضیه یه خورده افتم کرد، اما من اینو به بچه‌ها میگم، شما صحبت آقای اسکات بسنت با CNN، یعنی کافی برید تو یوتیوب سرچ بکنید اسکات بسنت اینترویو ویت CNN، به صحبت ایشون گوش بدید راجع به که صحبت میکنه راجع به این قضیه، به نظر من بهتر هستش. این خب علت داشته این کارو کردن به نوعی به خاطر همین بعضی تعرفه، به خاطر قرض بالای آمریکا، به خاطر حالا احساس میکنن که آمریکا داره یه سری حرکات. ببین کردیت ریتینگ در حقیقت اینکه چه اعتمادی وجود داره برای سرمایه‌گذاری در آمریکا و حالا اقتصاد آمریکا، و این به خاطر این کاری که آقای ترامپ انجام داره میده یه خورده دچار مشکل شده. از طرفی قرض آمریکا هنوز بالاست، دت بالاست، از طرفی کسری بودجه دولت داره بالا، ولی تعرفه ها اومده که قسمتی از این رو در حقیقت جواب بده. چه دولتی خود پولدارتر بشه، تو قرضه خودش پرداخت بکنه، از طرفی درآمدهای دولت بره بالاتر که بتونن مسئله دفیسیت رو مشکل حل بکنن. دفیسیت در حقیقت کسری بودجه است. کسری بودجه با قرض متفاوته، یعنی دت با دفیسیت متفاوت هستش و داره، یعنی هدفش اینه که مسئله حل بکنن. به نظر من زیاد نباید توجه کرد روی این قضیه و بخوام که مثلا نگران این قضیه باشیم. خیلی متشکرم. پس در واقع اون هم حالا تاثیرش رو گذاشته و به اعتقاد میشه گفتش که در واقع اثرش گذشته. دوست عزیز پرسیدن که چه نسبتی از سهام و اوراق قرضه در سبد دارایی را توصیه می‌کنید؟ آیا هنوز اوراق قرضه ریسک کلی سبد دارایی را کاهش می‌دهد یا نه؟ بله کاهش میده. خب ولی خب سودش خیلی پایینه، برای من خیلی خسته کننده است. ببین یه سری به من ایراد میگیرن که خیلی محتاطی، یه سری هم از این طرف بعضا من ایراد میگیرن که بعضا کاری ریسکی انجام میدی. این که من روی اوراق قرضه سرمایه گذاری نمی کنم و بیشتر پولم رو روی سهام و مسکن میذارم، مسکن و سهام، یه قسمت کمی از پولم روی فارکس میذارم، یه 5% من توی کریپتو دارم، 5% توی کریپتو دارم، 15% توی فارکس دارم، اونم یواش یواش کاهش الان شده 10%، و بعد بقیهش توی مسکن و سهام هستش. اصولا باید من یه مقداریش رو توی اوراق قرضه بذارم. یه اوراق قرضه خیلی سود کمتری داره ولی از طرف مطمئن‌تر هستش، ولی من چون یه خورده ضریب ریسک پذیریم بالاتره دوست دارم و خسته میشم، یعنی دوست دارم کار هیجانی‌تر انجام بدم، رو اوراق قرضه سرمایه‌گذاری نمی‌کنم. اما از طرفی من یک چیزی دارم مارکت نیوبی به اسم قوانین 10 گانه مارکت نیوبی، که اون قوانین 10 گانه مارکت نیوبی شدیداً آدمای طماع رو محدود میکنه و این باعث میشه که من یعنی اون حس ریسک پذیری من رو تا حد زیادی مهار میکنه. این قوانین رو من برای بچه‌ها در گروه‌های مختلف چه رایگان چه غیر رایگان گذاشتم، تو کانال تلگراممون هست، تو کانال یوتیوبمون هستش. اگر کسی به این قوانین رعایت بکنه تا سال، ببینید اتفاقا سال 2007 2008 اگه برای مارکت بیفته هیچ وقت
پول از دست نمیده. یعنی کنترل شده و متعهد بودن به یک برنامه و یک استاندارد همیشه درسته دیگه. حالا این که وقتی میگین با قوانین یادم اگه پیش بره که همیشه هم در طول این سالا بهش اشاره شده، فکر کنم ما از سال 2019 اگه اشتباه نکنم یا از 2020 ما همیشه با هم برنامه داریم و همواره به این ماجرای طمع و ترس و طمع شما همیشه اشاره کردیم. یه استوری گذاشتین در تلگرامتون به اسم آمریکا در مقابل چین مقایسه تولید ناخالص داخلی که تولید ناخالص داخلی آمریکا 30.34 تریلیون دلار نشون داده و تولید ناخالص چین رو 18.28 تریلیون دلار. راجع به این توضیح داریم پژمان جان؟ خیلی از کانال‌های اینستاگرام ما رو همکارای من مدیریت میکنن، همه کارش من انجام نمیدم، ولی بیشتر جنبه تلرستانی داره، همش هم رایگان هستش. همه این کانال‌های سوشال میدیای ما رایگان هستش و دوست داریم که فالوورامون با مسائل ماکرو مارکت آشنا بشن. به عنوان مثلا همین مسئله نشون میده که اقتصاد یک و دو دنیا چقدر متفاوتن، چقدر فاصله دارن از بقیه اقتصادها. خب اگه کسی این رو بدونه، همیشه میدونه که مثلا یک کشوری مثل ایران نمیتونه در معاملات دنیا نقشی داشته باشه اگه اتفاقی براش بیفته. خب بعضا بچه‌ها سوال میپرسن آقا نمیدونم مگر نمیدونم خلیج فارس اینجوری بشه، اگر نمیدونم تنگی هرمز اینجوری بشه، اگر نفت ایران اینجوری بشه چی میشه؟ آیا بورس آمریکا تحت تاثیر قرار میگیره؟ نه آقا جان، تحت تاثیر تولید ناخالص ملی اون نگاه کن، تولید ناخالص ملی اینا رو نگاه کن، تفاوتشون خیلی زیاد هستش. یا اینکه حالا ببین خیلی استنتاج ها میشه یعنی که تولید ناخالص ملی کشور اینقدر زیاد باشه یا ناخالص داخلی، خب شما نگاه میکنید چقدر پولدار اونجا جمع شدن، چقدر سرویس ایجاد میکنن و به تک بسیار تصمیم گیری بهتری میکنین. خیلی متشکرم. بله ما فقط اولیگارت های، حالا اولیگارت نگیم ولی افراد ثروتمندی که کمپانی‌های بزرگی که در آمریکا هستن رو میبینیم که درآمد هر کدومشون شاید چندین برابر درآمد کل کشور ایران باشه. من فکر نکنم که اون شانس تاثیرگذاری رو ایران نداره در اقتصاد بزرگ جهان، حالا مگه در اقتصاد خودش هم حتی نداره دیگه چه برسه به بقیه. عرض کنم که پژمان جان سرنس رو چطور میبینید؟ سرنس سهام مورد علاقه شما شده، همیشه راجع بهش صحبت می‌کنین. سرنس خوبه از من میپرسن. علتش اینه که چند تا دوستان در تلگرام از من میپرسن. یکی از دوستای من هفته پیش رفته 70 تا 80 تا سهامش رو خریده و از من پرسید آقا سرنس رو بپرس، برای همین منم پرسیدم. بله شرکت خوبیه، شرکت خوبیه، انشالله خوب درست میشه. چی دیگه شرکت خوبی بارها راجع بهش صحبت کردیم، شرکتی که در زمینه هوش مصنوعی روی اتومبیل ها کار میکنه و در حقیقت قرارداد با انویدیا بسته و شرکت آینده داری هستش، مخصوصا اگر خودروهای برقی در حقیقت خود فراگیرتر باشه توی دنیا. شرکت‌های مثل سرنس و شرکت‌هایی که در زمینه هوش مصنوعی و گجت‌های هوش مصنوعی در داخل خودروهای برقی کار میکنن، حتی شانس رشدشون بیشتر هم خواهد. خیلی متشکرم. من سوال دوستمون رو ندیده بودم. دوستی با اکانت مورگیج سرویسز گفتن که آیا خرید یک سهم از یک کمپانی کمتر از 2.5% پورتفولیو منطقی هست یا بهتر از تمرکز روی تعداد کمتری از سهام و پخش نکردن بسیار زیاد؟ خب که جفتش یکی شد. یعنی اگر کمتر از 2.5% پورتفولیو بهتره یا روی تمرکز روی تعداد کمتری از سهام؟ اینجا پخش نکردن. اینجا کاما رو فراموش کردم فکر کنم نکردم. حالا من اون چیزی که استنتاج خودم هستش میگم به 2.5 الی 5% پورتفولیو ما از چیزی بعضی موقع مستقیم 5% می‌خریم، بعضی موقع 2.5% می‌خریم. علتی که 2.5% می‌خریم اینه که بتونیم اگر بستگی به کجاش، اگر موج پایین رونده باشیم 2.5% می‌خریم، چون احتمال می‌کنه که باز مارکت خود بره پایین‌تر بتونیم یه 2.5% دیگه بخریم. یه به نوعی اوریج داون هستش ولی اوریج داون بسیار محدود شده. یعنی شما هیچ وقت اجازه ندید که از 5% چیزی رو بیشتر بخرید. خب یعنی یه
2.5% یه 2.5%. اگر روی موج بالا رونده باشیم که من مستقیما 5% در حقیقت خرید میکنم از یک آیتمی و در حقیقت با این کار سعی میکنم که اکسپوژر خودم رو به یک آیتم یک آیتم خاص زیاد نکنم، نه نصف پورتفولیوم چیزی بخرم که اگه خدا نکرده اتفاق براش افتاد یک مشکل برای کلیت پورتفولیوم هم بیشتر پیش بیاد. خیلی متشکرم. من دیگه سوال دیگری ندارم چون احساس کنم که همین سوالات رو پرسیدم. عرض کنم خدمتتون که اگر شما توضیح دیگری دارین در زمینه حالا سکتور مشخصی، حالا طلا، نفت، اگر مسئله هستش میخواین اشاره بفرمایید که دیگه بعدش میتونید برنامه رو تمام بکنید. بله خب به نظر من در هفته‌های آینده دوستان منتظر چند تا آیتم باشید که منتظر تکس کات ها باشید که قرار اعلام بشه یا بیگ بیوتیفول بیل بهش میگن، آقای ترامپ بهش میگن که اگر اون تصویب بشه خیلی خوب هستش و دی رگولیشن ها اتفاق قرار تا 4-5 ماه آینده بیفته و اگر دیل های زیادی بسته بشه و تو 90 روز دیگه مثلا اون تعرفه های عجیب غریب روز لیبریشن، روز رهایی، روز آزادی برداشته بشه و تعرفه های منطقی گذاشته بشه، مارکت این پتانسیل داره که به آل تایم های بره. مارکت پتانسیل داره که حتی به اعداد بالای 6100 بره، 6200 6300 و حتی به پیش بینی ابتدای سال من که 6700 بوده هم به راحتی برسه. فقط باید دقت بکنید که این اتفاقات بیفته. یک چیز دیگه هم که هستش تو روزهای آینده، تو هفته‌های آینده هستش، فدرال رزرو در ماه جولای نرخ بهره رو شروع کنه به کاهش دادن که اون خیلی اتفاق بزرگتری هستش. به محض اینکه نرخ بهره کاهش پیدا بکنه، سهام‌های شرکت‌های کوچکتر به سمت بالا رشد میکنه و به نظر من از این خانه نعمت میشه باز هم بهره گرفت. خیلی خیلی متشکرم پژمان عزیز. دوستان اگر سوالاتی داشته باشین میتونین بعد از برنامه در کانال تلگرامی مارکت نیوبی، فقط در تلگرام بزنین مارکت نیوبی یا بحث آزاد مارکت نیوبی، میتونین سوالات خودتون اونجا مطرح بکنین. این ویدیو هم در جی تی وی رادیو پل هست، فردا هم در یوتیوب مارکت نیوبی هم بهش میرسین، یعنی میتونین مجددا ببینین. سعی خواهیم کرد که هفته آینده مجددا در خدمت پژمان عزیز باشیم. خیلی متشکرم پژمان جان، ممنون از وقتی گذاشتین. امیدوارم که خانواده و فرزندتون هم حالشون خوب باشه. سپاسگزارم. روز آخر هفته خوبی داشته باشین. مرسی، خیلی خیلی متشکرم. ممنون. خدا نگهدار. رادیو پل، پلی برای ایرانیان.